خب اون وقت حالا این مثبت هاست. اینجا بیایید نگاه کنید، من اینا میارم پایین، این پایین منفی هاست. خب این منفی هاست. خب اینجا من تا 1000 میلیارد منفی رو چیکار کردم؟ زردش کردم. اون وقت الا ماشاءالله زیر 1000 هم منفی داریم. من همطور حرکت میکنم که شما ببینید اینا منفی ها، اینا منفی ها، اینا منفی ها. اون وقت من اینایشون که صفر بوده رو حذف کردم، چون 81% صفر بود. این مسئول ریسک بازار، مسئول روانشناسی بازار میگفت یه تفریح خوبی امروز داشته باشیم. گفتم ها، گفت اینایی که توی این سهامدارای عمده که توی ماه گذشته هیچی خرید نداشتند رو نشون بده. گفتم یه روبی طول میکشه. گفت خب تفریح خوبیه، تو همینطور با موس بکش بیا پایین، مردم نگاه کن. حالا من برای اینکه نمیشد اینجا رو مدیریت کرد، صفری‌ها رو حذف کردم. دقت کردید؟ اونایی که بالا 1000 میلیارد تومان مثبت یا منفی بود رو الان به شما نشون دادم. خب پس اولین نکته به شما اینه که شما رفتار بازیکن‌های اصلی رو نگاه کنید و اون 55 تایی که بالا 1000 میلیارد تومان خرید داشتن، اینا پول دارن. 7 تا کدم 213,000 میلیارد تومان فروختند. خواهش کنم حس بگیرید ازش، ننویسید 213,000 میلیارد تومان، یعنی 3 برابر 3.824 تقریبا 3 برابر دولت فروختند. اینا بازی به هم زنند. ببینید یه دفعه 7 تا کد 213,000 میلیارد تومان بفروشند، بعد میگن چرا مشتری نیست. این 7 تا کدی که 213,000 میلیارد تومان فروختند باشه رکود شدن دیگه. اصلا مگه مثلا کلان شهرهای ما مردم چقدر به اصطلاح فعالیت دارن که این 7 تا کد؟ اصلا یه جور دیگه بهتون میگم، یه 55 تاست، یه 7 تا میشه چند تا؟ 62 تا. اقتصاد اصلا این 62 تاست، بقیه هم بچه بازی. یعنی کسی که میخواد اقتصاد ایران رو بفهمه باید بتونه رفتار این 62 تا رو آنالیز کنه. ما لیستشو بهتون میدیم، قشنگ آنالیز کنید. چون ببینید شرکت هست، همه معلومه چیکار میکنن دیگه. شما حتی من توصیه میکنم به کسایی که هر کسی تو صنف خودش ببینه که شرکت‌های مرتبطش در لیست ما چطوری عمل کردن. این رفتار بازیکن اصلی. و خواهش کنم که این نکته هم دقت کنید، این آمارا نبود قبلا. ما در چارچوب FATF که دارن همه آمارا رو اعلام میکنند و در دسترسه و مردم میتونن ببینند و اینا. یه 4 تا که در کشور دارن مقاومت میکنند که آمار ندند، اینا خواهش میکنم که کوتاه بیایید و